یگانه چیزی که ما بسیار زیاد جگرم خون میشه که اگرچه من در اون بخش نیستم هم سینمای افغانستان است که سینما قلف است و هیچ وقتی امی به سینما توجه داشته و سینماگران قدر زیاد امی فیلماشون و تلویزیون‌ها و یا هیچ وقتی نبوده متاسفانه. آرزو داریم که فیلمای افغانی در سینمای افغانستان سایشه و کوالیتی این فیلم‌ها هم بلند بره بخیر. بله بله خب ابکارا مایک بتینه کدام چیز خیر میگن مشکل نه هدف ما اون نبود خانم ملالای. در مایک فکر نکنم که جالب باشه بر دیگران. هم ما از اول توهین شروع کرده و ما به شما اجازه نمیدم به سینماگرای افغانستان شما بخواین توهین ما توهین نکردیم خانم ملالای. ما فقط هم قدر گفتم که نه سینما رشد نکرده. نه سینمای افغانستان رشد تا اندازه کرده. که ما مشکلات اقتصادی داریم اما شما نه سینما را میشناسید نه معلومات دارید. سینما را گفتم خانم ملالای. خود سینما رو گفته باشین ما در دنیای سینما هستم. ما کسی هستم که البته فعالیت میکنم زحمت میکشم مثل ما واره صدها افغان هسته و جوانای ما هستن که دوست دارن هنرپیشه شون یا در سینما در آینده کار کنن. اما شما درست نیست. خب بیاین به استیج بیاین بی حرفایتون اگه میخواین بگید. نه ما نمیخوایم سر استیج بریم. میخوایم به شما فقط بگوییم که باید شما را از رئیستان هر کسی که از شما را روان کنند در کشورهای دیگه که یک کمک شما یاد بگیرین که چه قسم گرداننده باشین. خانم ملالای این ما معذرت میخوایم اگه میگی باز من میکشمش. خیر ما در مورد شما انتقاد اصلا من نکردم. خیر است ما دلیل نیست که ما شما انتقاد کنید. به خاطر که اگر خودم انتقاد بکنیم بله وقتی که رشته ما سینما می باشه و من فکر کنم تنها سینماگر در اینجا دعوت هستم نمیتونم که هر چتیات که شما بگین ما گوش کنم به اینجا. ما چتیاتی نگفتیم مثلا ما در مورد شما هم خانم ملالای نه شما همیشه میگید توهین میکنید و خود اجازه میدین. ما نمیخوایم سر فیزیکتون گپ بزنم که بسیار زیاد گپ ها داره که دیگران شما رو مسخره میکنن خودتون مسخره اما افکارتون چرا و به عنوان یک کسی که یک تلویزیون خیر سوال روزی است که به اصطلاح هم میخواین که معتبر مثل طلوع من نمیفهم چطور شما رو استخدام کردن به کدام عنوان. بله نه خب ما باید اینا رو بفهمن یکم یاد بگیرن. اینا از هنرمند گرفته تا سیاستمدار هر کسی که دعوت میشه توهین میکنن و درست نیست که به خاطر اجازه میدن. من فکر کنم هدف از اینا توهین نبوده. خیر است شاید اینا در ملابلای دیالوگ خود چیز درست کرده بودن که میخواستن برای انترتین برای خنده. شما خیر است ناراحت نشین چون برنامه تفریحی است. باید کمک خیر است. من معذرتتون رو میپذیرم اما امیدوار هستم که امروز دیگه کسایی که اینجا دعوت میشن شما این رقم رفتار نکنید. بهترم است که خیر سوال اما چیزه ایتس اوکی. خیر است هیچ اصلا نمی دیالوگ تا بکش کسش میکردم. خیر خوب اوکی ایتس اوکی. خیر است قاسم جان گپا میشه دونت وری. یک کف اگر کم آب دارین دوستا یک گلاس آب بیارین برش. ایتس اوکی قاسم. هر کسی میخواد که موقع پیدا کنه یک چیز بگوید. Just don't worry. It's okay. خودت کسی هستی که هزاران علاقمند داری و در دل همه جای داری اصلا. ایتس اوکی. با افتخار شاهرخان افغانستان یک تخت بسیار محکم بزنه. سلام به دوستا. بسیار معذرت میخوایم از اینکه به من دایرکتر از این پروگرام امی به من گفتن که من شما رو باید آزار بدم. معذرت دوستا. سلام به همگی. سلام خدمت شما. دیگه با می چون در دنیای سینما هستیم خواستیم به شما نشان بدیم که سینما یعنی نی. سینما یعنی یک نفر میگم سینما یعنی است. ما چون اولین بار به این پروگرام می آمدم
یکم میخواستم زیادتر تشنج بین ما پیش بیاید که نامد. زنده باشین. بازم افتخار است این تشکر. من در دلم گشت که ما یعنی کدام گپ حرف بعدم نگفتیم یا بازم تشکر. سال نو شما تبریک. تشکر. سال نو همگی مبارک باشه. بگم ببخشین بازم شما چون ما همدیگر رو نمیشناسیم اولین بار بود. حتی دوستایی که پالیمش نشسته بودن از اول پروگرام گفتم که به من میگن که قسیم جان بسیار شوخ است و یکمه که میمونا رو آزار میته. گفتن نه خیر است، اما پوپل جان گفت که نه بسیار لیاقت داره و از اول من یکم فکر کنم مرا میخواست آرام بسازه. خب شد. سینما رو فقط خواستیم بگوییم که نیام یک نقش بود. شما هم به خدا استعدادتان نشان دادین که فوق العاده در بخش اکتینگ استعداد دارین که ما واقعا احساس کردیم که واقعیت است. بسیار زیاد تشکر. من یک سوال دیگه میکنم در بین این دوستا چهره کی در کدام نقش فیلم میخوره؟ اول پوپل جاسوس، اگر برای حفیظ محمدی. حفیظ محمدی بچه فیلم. بچه فیلم. بله. استاد فرامرز تمنا. خب اینام رئیس یک شرکت و همچنان غزال جان در یک فیلم یک آهنگ هم اجرا کرده بودن. بله. در کدام فیلم بود و کدام آهنگ بود؟ فیلم حسن بود، مگرچه با چندین فیلمایی که داخل افغانستان آماده شده همکاری داشتیم البته، ولی با فیلم حسن برای اولین بار به شکل رسمی ما همکاری داشتیم. یک آهنگ برشان داده بودم. کدام آهنگ بود؟ چرا چرا تو خاموشی چرا نمیخوانی، چرا چرا تو خاموشی چرا نمیخوانی، چرا صدای نگاه مرا نمیدانی، صدای تشنه باران، صدای خواهش برگ، بروی شاخ نشسته لب نوازش برگ، مگر بزمزمه عشق سر نمیمانی، چرا چرا تو خاموشی چرا نمیخوانی.